بچه چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. حسین هستم. امروز اومدیم با یه ویدیوی جدید جذاب با حال دیگه. همونطوری که تو 2-3 روز پیش استوری گذاشته بودم، یه ویدیو چالش بال داریم بین تیمای با تجربه نسل قدیم و تیم نسل جدید، تیمای استعداد الان. بریم ببینیم ترکیبای این دو تیم چجوریه. لایک و کامنت یادتون نره. ترکیب چرا نمیذارم رو ببینیم. من گذاشتم رو کامپیوتر که جفتشون بازی کنن. بعد اینجا بریم گیم سیتینگ که 5 دقیقه خوبه. آقا پلی مچ رو بزنیم. حالا ببینیم وسط بازی میذاره ترکیب رو ببینیم یا نه. بله، لوکا مودریچ، رونالدو، اینور والورده، دوناروما، امباپه، وینیسیوس. اینا ترکیبای جدید و قدیم هستن که روبروی همدیگه گذاشتیم تا ببینیم چه جوری بازی میکنه. دست سر بزنیم اونور که چون کامپیوتر جفتشون. کوین دبروینه برای نسل قدیم، مسی که دبروینه رو خیلی داره نشون میده. امیدوارم بذاره ترکیب ببینیم. ارلینگ هالند، هالند و دبروینه رو نشون میده. بذار استوب بزنم. استوب هم نمیذاره ما ببینیم. دسته ما خاموش شده کلا. یه استوب بذاره ما ترکیب رو ببینیم. خدا وکیلی. از اینجا فکر کنم بذاره. کیلیان امباپه، ارلینگ هالند، وینیسیوس، بیلینگام، والورده، رودری، نونو مندز، آروخو، روبن دیاز، الکس آرنولد، جانلویجی دوناروما. ترکیب جوانان هستن. تعویضیاشون سالیبا، بوکای ساکا، پدری، کاماوینگا، ادر میلیتاو، مارکوس رشفورد و فیل فودن. بریم اینور. ما دسته ما چرا تون خاموش میشه؟ هم شارژ نره یا نه؟ برای اینا نیمار، کریستیانو رونالدو، لیونل مسی، دبروینه، مودریچ، کاسمیرو، جوردی آلبا. ای بابا دسته ما چقدر خاموش میشه. ویرجل فان دایک، سرجیو راموس، کارواخال. بذار این یکی دسته من روشن کنم. این دسته همش داره خاموش میشه. کارواخال، مانوئل نویر. تعویضیاش توماس مولر، رافائل واران، لوئیس سوارز، ریاض محرز، مارکوس رویس، کریم بنزما، سرجیو بوسکس. این از ترکیب دو تیم هست. پس بریم سری بازی رو ببینیم. این بچه حمله کرد نیمار جونیور. نزدش هست ما ببینیم چه خبره. نیمار یه سانت میکنه برای مسی. کوین دبروینه که توپ گیری عالی. حالا امباپه، ارلینگ هالند میبرن جلوتر. امباپه سرعت بالایی داره نسل جدید. وینیسیوس و امباپه و هالند. رودری صاحب توپه میاد رو به جلو. پاس عالی برای جود بیلینگام. چه تاکلی زد راموس بود یا وندایک بود فکر کنم. یه تاکل عالی رو زد. رفت کورنر. وینیسیوس رفته ضربه کورنر رو بزنه. دقیقه 5 بازی. هالند سرزنه. اینورم وندایک رو داره میتونه کورنر رو بگیره. هالند اوه خطرناک. راموس تو باز سری برمیگردونه. میفته دست آرنولد. چه پاسی داد برای وینیسیوس. هنوز موقعیت است. مانوئل نویر ضربه کورنر رو میده برای نسل جدید. ببینید سنه واسه رو. مانوئل نویر ضربه سر میده رونالدو. حالا کریستیانو رونالدو امباپه رو در پیش رو داره. همینطور نونو مندز، کریستیانو رونالدو همینجوری توپ دستشه. والورده رو جا میذاره که رودری. حالا بیلینگام میتونن ضد حمله بزنن. هالند، ارلینگ هالند که سرجیو راموس و وندایک نمیذارن رد شه. رونالدو، ارلینگ هالند پاس داده برای والورده کاپیتان تیم. حالا کیلیان امباپه و سرجیو راموس. والورده که میگیره اونجا. دنی کارواخال هم تیمیه خودش. ترنت الکس آرنولد، رودری برای وینیسیوس. اومد تکنیکاشو به رخ نسل قدیم بکشه که جوردی آلبا به راحتی تو گرفت. حالا نیمار یه برزیلی پیر که نباید بگیم پیر، جوان‌ترین بازیکنه چیزه تو این نسله. حالا نونو مندز، ولی واقعا نسل جدید سرعت بالایی داره. نونو مندز همینجوری توپ دستشه. هنوز جفت تیم نتونستن به هم دیگه گل بزنن. کیلیان امباپه که باز هم راموس، دبروینه، مسی برای کوین دبروینه.
حالا باز هم نیمار جونیور، نیمار برای مسی که برمیگردونه. حالا ارلینگ هالند از این ور، کیلیان امباپه بهشونو گرفتن، کریستیانو رونالدو شماره 43، رونالدو نیمار باز هم توپشون میگه. اصلا دفاعی جفتیم خیلی خوبه. اون ور روبن دیاز و آروخو، این ور وندایک و راموسه. اصلا خیلی ترکیب خوبی داره. حالا ترنت الکس آرنولد برای وینیسیوس جونیور، وینیسیوس یه سانت، کیلیان امباپه، والورده، جود بیلینگام، وینیسیوس هنوز نتونستن دروازه هم دیگر باز کنن. جود بیلینگام میبرن به گوشه زمین. بیلینگام خیلی راحت کاسمیرو میگیره توپشو برای کوین دبروینه. میتونن ضد حمله بزنن اگه یه سرعت به کار بدن. برای نیمار رونالدو بده دبروینه رو، خوب میشه. اوه دبروینه وایساد، دبروینه نیمار دبروینه دوباره وینیسیوس برای والورده. ستا رالی همکاری میکنن با هم دیگه. رونالدو نیمار، رونالدو چیکار داره میکنه؟ روبن دیاز میخواد اون سرعت رد کنه، پاسش خیلی افتضاح بود. اومد پشت پا بده که به راحتی تو بشونه گرفتن. مودریچ، لیونل مسی، مودریچ، کارواخال، مسی دوباره کارواخال، دبروینه، ضربه کورنر. حالا کورنر هم این ور خطرناک میشه. رونالدو سرزنه، راموس هم بیاد میتونه بزنه. لیونل مسی رفته ضربه کورنر رو بزنه و شماره 10، شماره همیشگی خودش. ببینیم چه سانتی میکنه. سانت کوتاه برای راموس بود. مودریچ این ور ثابت توپه، دوباره لیونل مسی پاس. نیمه اول تموم میشه. یه چیزی هم به شما بگم، ما میخوام یه کریر مود خیلی خوب رو شروع کنیم و میخوام نظراتون رو داخل کامنت های همین ویدیو بذارید که با چه تیمی کریر شروع کنیم. من میخوام آخرین کریر FC 24 رو بذارم و بعدش بریم FC 25 رو بگیریم. پس ممنون میشم که کامنت های همین ویدیو رو، تیمای مد نظرتون رو پیشنهاد بدیم. بریم سری سراغ نیمه دوم. من بزنم سری بره بزنن. لیونل مسی نونو مندز رو در پیش داره. لیونل مسی هنوز صاحب توپ مسی، خطرناک شده. سانت بزن دبروینه. این برم مودریچ، والورده ضربه سر رو زودتر زد. کیلیان امباپه، رئالی زیاد داره جفتی ما. امباپه چه سرعتی داره. سرجیو راموس پیش رو داره. ببینیم راموس میتونه رد کنه، پاس میده. والورده، ارلینگ هالند، وندایک برای نسل قدیم. تعویض سرجیو بوسکز به جای چیز اومد، کاسمیرو اومد. برای نسل قدیم تعویض شد. یا آفک دفاعی به جای آفک دفاعی دیگه اومد. حالا کارواخال برای لیونل مسی. نونو مندز توپشو گرفت، خود مسی یکم داشت تو گیرو میکرد. سرجیو بوسکس پاس خیلی بدی داد برای امباپه، اومد که گرفتن. کوین دبروینه، مودریچ چه شوتی اومد بزنه که از اینجا گل زدن سخته، اونم به دونارومای بلندقد. برعکس این برای تعویض شد. کریم بنزما به جای کریس رونالدو. چه تعویض عجیبی. بازوبندم بس کریم بنزما. رونالدو گل زنی نکرد، ببینیم حالا بنزما گل میزنه یا نه. آلبا برای کریم بنزما که برمیگردونه خط دفاعی. وینیسیوس جونیور، جود بیلینگام فعلا نسل قدیمه که دوبار تعویض کرده، هنوز نسل جدید دست به تعویض نزده. کیلیان امباپه شوت خطرناکی زد که با اختلاف خیلی کمی از بغل دروازه رد شد. اوه ببینید بالاخره یه موقعیت یکم حساس رو دیدیم که بازم گل نشد. جفت تیم‌ها واقعا قدرتشون برابره. امباپه رو بدن سرعتش زیاده که حالا یکم کنده. اوه از راموس رد شد. حالا جود بیلینگام میتونه گل بزنه و توی دروازه. جود بیلینگام گل اول رو میزنه. ببینید صحنه رو.
با پای چپ از وندایک رد شد. ببخشید من گفتم راموس، جفتشون موهاشون رو بستم از این ور اشتباه میگیرم. جود بیلینگام دروازه مانوئل نویر افسانه‌ای رو باز میکنه. حالا 1-0 نسل جدید ادامه بازی رو انجام میخواد بده. دقیقه 70 جود بیلینگام گل میزنه. هیچ تعویضی هم انجام نداده نسل جدید. عجیبیش اینه نسل قدیم 2 بار تعویض کرده که یکیش کریس رونالدو و کاسمیرو بوده. حالا مندز فدریکو والورده وینیسیوس چی گرفت مانوئل نویر تو یه تعویض بازم این بار نسل جدیده. ادر میلیتائو اومد به جای الکس آرنولد. اومد. حالا رالیا هی دارن بیشتر میشه. چقدر رال بازی کنه. وینیسیوس سانت بلند که نیمار برمیگردونه. مسی ارلینگ هالند. حالا دوباره توپگیری کوین دبروینه دنی کارواخال هنوز ثابت به کسی هم پاس نمیده. سرجیو راموس. حالا پاسکاری عالی کیلیان امباپه که سرجیو راموس اینجاست که تجربه نشون میده خیلی به کارش میاد. Chance to get something going here. Delivered into the middle. And that one goes 2000 years later. لحظه ویدیو قطع شد. نمیدونم اصلا چرا. بریم ادامه بازی ببینم. امیدوارم دیگه قطع نشه. فدریکو والورده، جود بیلینگام، ارلینگ هالند. فقط با یه تعویضونم دفاعشون بوده. پاس بلند برای وینیسیوس. ونداک برمیگردونه. ادر میلیتائو آفساید دیگه. بله آفساید. تعویض دیگه شماره 19 قراره بذاره 28 بیاد. رافائل واران به جای سرجیو راموس. این ورم نونو مندز اومد بیرون. سالیبا اومد. تعویضای خوبی بود. ولی خب این ورم راموسو کشیدن بیرون و رافائل واران آوردن. این ضربه بلند برای کریم بنزما صاحب توپه. سرجیو بوسکس شماره 46 رو برتن داره. سرجیو بوسکس هنوز صاحب توپه. رو به عقب‌تر برای رافائل واران دنی کارواخال وندایک بوسکس کریم بنزما مسی بیاره این و یه آردو بزنه خدا وکیلی گل میشه. تموم میشه بازی. اصلا این دقیقه به بازی نگاه نمی‌کردم. این بازی تموم میشه 1-0 به سود تیم نسل جدید که گل بازی رو جود بیلینگام زد. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. لایک و کامنت این ویدیو یادتون نره. بازم میگم هر تیمی که مد نظرتونه رو زیر کامنت های همین ویدیو بذارید که من یه کریر مود خیلی حرفه‌ای رو شروع کنم. فعلا تا ویدیوهای بعدی گود بای.